من امروز با کفار سخت گیرم. چرا امروز مزاحمت صورت میگیره؟ من امروز نمیخواهم کفار در سرزمین من باشه. وقتی من میگم کافر را نمیخواهم در خانه من باشه، من شدم باغی؟ من شدم دهشتگر؟ من شدم افراطی؟ من شدم به این که باید از بین بروم؟ بله، این عقیده من هست. این بزرگترین شرف و افتخاره که به خاطر عقیده خود تکه تکه بشم. این قول شافعی و مالکی و حنبلی و حنفی نیست، این قول پروردگاره. با کفار سختگیر باش، با کفار غلظت داشته باش. کفاری که آمدن مرا تکه تکه می کنن، کفاری که آمدن وطن مرا به خاک و خون می کشن، من طرفش بخندم؟ من طرفش بخندم؟ به خاطر چی؟ به خاطر این دنیای فانی؟ به خاطر این دنیایی که امروز هستیم و فردا نخواهد بودیم؟ جای کفار جهنمه، جای منافقین جهنمه.